دوشش چیکار کردن اگه نمیدونم ایراد میگیرن که چی، که اونجایی که باید به جنگه فرار کرده، که اونجایی که باید عقب می نشست عقب ننشسته، که اونجایی که می باید آوانس بده آوانس نداده، یا به عکس اونجایی که نمی باید آوانس بده آوانس داده. چی کرده؟ من ایرادای بنی اسرائیلی رو میذارم کنار، چون هر کسی میتونه با حقوق شخصیش خب وجدان خودش رو هماهنگ بکنه، بگه آره اونجا مثلا به غربی ها چشمک زده، اونجا حاصلش چی بوده؟ مگه غربی ها نمیخواستن که این من بقیه اینو پخش نمی کنم چون برای دکتر هزارخانی هنوز اینقدر حرمت قائلم، نمیخوام بیشتر از این بشکنه چون خیلی میشکنه اینجا. خدا انسان رو در شرایطی قرار نده که بعد بتونه یه آدمی که میتونه سوء استفاده کنه ازش سوء استفاده کنه. آدم مریض باشه در یه شرایط تنها، بعدم بیاد خبرنگار صدا و سیمای مسعود میرزا بیاد جلوش بشینه و باش بخواد گفتگو کنه. ببخشید نه، مریم شازده مریمه، مسعود میرزا نیست. در هر حال برای من خیلی تعجب برانگیزه که آقای هزارخانی میگه مگر رجوی چه کرده. شما سوال کنید مگر رجوی چه نکرده، این بهتره. آقای رجوی به آرمانهای هزاران جوان خیانت کرد، کشوندشون تو خیابون با دست خالی، میدونست کشته میشن، فکر تموم شد مملکت گرفته. اون کشتار سال 60 بعد پا شد رفت پاریس، با دختر آقای بنی صدر ازدواج کرد، شورای ملی مقاومت تشکیل دادن، حضور تقریبا تمام چهره‌های سرشناس اپوزیسیون نشون میداد که چقدر میتونه این شورا چیز مهمی باشه. نامه بهش نوشتم سرگشاد علنی توی ایران و جهان، گفتم آقای رجوی بیاید با دکتر بختیار، با شاهزاده رضا پهلوی، با آقای نزی، با آقای دکتر مدنی بیاین همبسته بشین، اونا هم با شما باشن، با هم باشین. بعضی از رفقاشون اونجا هستن، دکتر متین دفتری، هزارخانی، غیره، اینا با میلیون ارتباط دارن. نصیب بنده ناسزا و فوش بود، حالا کاری ندارم. بعد آقای رجوی تصمیم گرفتن برن عراق. آیا یه رهبر یک سازمان بزرگ که ارتش داره، سپاهی داره، امنیتی داره، مأمور داره، آیا این نباید پیش خودش حساب بکنه؟ عراق با کشور من در حال جنگه. من وقتی میرم اونجا، حالا خودم میتونم برم ولی نیرومو برمیدارم با خودم میبرم اونجا، در تاریخ بهش میگن ستون پنجم دشمن شدن. هیچ وقت ایرانی اینو نمیبخشه، هیچ وقت. همیشه لعنت بر آسیابانی هست که یزدگرد رو به قتل رسوند، یا اون چوپانی که راه پشت کیلویه رو به اسکندر نشون داد تا آریو بنزر رو به قتل برسونه. همیشه اینا در تاریخ میمونه. سرتیپ درخشانی همیشه اسمش میمونه به عنوان کسی که خیانت کرد. اینا رو آقای رجوی با خودش حساب نمیکرد. نه، چنان قدرت چشمشو کور کرده بود، گفت برم تمومه. صدام عزیز، عمو صدام کمک میکنه، میریم تو و مملکت رو میگیریم. تا اینجاش هم هیچ. ایشون اومد، حالا عملیات کرد، زد، تمرین کرد، ارتش لشکر جعفر
زعفر جنی درست کرد، اینا هیچی. اون مرحله‌ای که ایران آتش بس رو پذیرفت، حمله ایشون چه معنایی داشت؟ آیا نمیدونست خمینی از این مسئله استفاده میکنه، قتل عام میکنه؟ اینو نمیتونست فکر کنه. پس انسانی که اینقدر آینده نگری و پیشبینی نمیتونه بکنه، لیاقت رهبری سازمان رو نداره. رفت 2000 تا مجاهد رو به کشتن داد، 4000 نفرم تو زندان‌ها اعدام کردن. هنوزم میگه پیروزی، هنوزم میگه پیروزی فروغ جاویدان، خانومشون هم میگن پیروزی. بعد اون ازدواج ایدئولوژیک، اون بازی‌ها، اون بچه‌ها رو اسیر کردن، اون جنایت شکنجه. آقای ارشد وقتی میگه گریش میگیره، اگه ارشد مکس میکنه چون نمیتونه ادامه بده. امروز یکی دیگه از پاریس به من صحبت کرد، اصلا پشتم لرزید. چه کردن با اینا؟ چه کرده آقای رجوی؟ و آقای دکتر رضاخانی میگه رجوی چه گناهی کرده؟ فروغ جاویدان تمام میشه، باز مانور رو تانک و تی 54 ارتش عراق، بعد آمریکایی ها میان. آقای رجوی ارتش رو میذاره فرار میکنه، خودش میذاره میره. روزی که شاه داشت ایران رو ترک میکرد، مرحوم محسن پزشکپور توی مجلس نطق کرد. دکتر بختیار اومده بود رأی اعتماد بگیره. ای روزگار چه، نه طارق عزیز الان هست، نه صدام. به هر روی محسن پزشکپور بلند شد تو مجلس، گفت کدام چوپان گله اش را به امان گرگ میدهد و میرود. خطاب به شاه میگفت کجا میری؟ آقای رجوی گذاشت و رفت، خودش و خانومش و دوروریاش و آقای ابریشمچی و غیره. اشرف رو انداختن دست یه مش اوباش و آدمکشان جیش المختار و فیلق بدر و یه مش مزدورای رژیم جمهوری اسلامی. یه عده رو اونجا کشتن. بعد این بیچاره آقای رجب میگفت اشرف هم نباید تسلیم کنیم. مگه مال توه؟ مگه اشرف مال توه؟ مال دولت عراق. تو اینو نمیتونی درک کنی؟ تو در خانه عراقی ها هستی، اونم رژیم قبلی به تو پناه داده، تو رو نگه داشته. الان مخالفای اون رژیم اومدن که اون طرف رو اعدام کردن. شما سابقه داری در جنوب، در عملیات انفال ارتش عراق رو کمک کردی در کشتن شیعه ها و کردها. سرانجام از اشرف هم این بچه های درد کشیده بیچاره رو بیرون میکنن. آیه هزارخانی، خودت عراق بودی، اون زمان که همه چی به شما میدادن چی بود؟ حالا این بچه ها در چه حالی هن؟ بعد بردنشون تو لیبرتی که جیش المختار بیاد بکشتشون. که آقای رجوی هم از شر همه خلاص شد دیگه. آقای رجوی چه کرده؟ آقای رجوی چه کرده؟ جنایات آقای رجوی به هیچ وجه کمتر از جنایات رژیم نیست، به هیچ وجه. دروی یه سکه. آقای رجوی جنایات بدتری هم کرده. حتی اون حالا قلتش و دیوان حاکمه، قدرت دستش، پول داره، هر کاری دلش میخواد میکنه. آقای رجوی در اپوزیسیون کارایی کرده که وای به زمانی که اینا به قدرت میرسیدن اون وقت چه میکردن. خدا رو شکر که اینا به قدرت نرسیدن، چون اینا بدتر از جمهوری اسلامی بودن. جمهوری اسلامی اگه 10 تا میکش، اینا 100 تا میکشتن. و اولش اهل قلم و اولش اهل اندیشه، روشن، آدمای روشن اندیش، اولش نیروهای ملی، اولش سکولارها، لیبرالها، اول اینا رو میکشتن. یه روز آقای رجوی گفت که بله ما نمیکشیم، ما میفرستیم بازسازی بشن، یعنی اردوگاه های کامبوج. آقای هزارخانی، آقای رجوی چه کرده بگو، چه نکرده. هنوز برات احترام قائلم، هنوز نویسنده بزرگی میدونم، مترجم بزرگی، و بسیار دلم میسوزه انسانی در این سن و سال با بیماری و ناراحتی مجبور بشه به خاطر مقرری بیاد این حرفا رو بزنه که خودش داره میگه، با سختی میگه. متوجه هستم هزارخانی چی میکشه و میگه.
بر روی. گفتم فریب کاری از هر نوعش بده.